فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. یکی از بینندگان آقا مهدی از سردشت سوالشون این است که کسی که در اثر اصابت رعد و برق فوت کند درجه شهادت ایشان نزد خداوند متعال به چه نوع است؟ بفرمایید. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه و من اتبع هداهم الى یوم الدین و بعد. موضوع شهادت در راه الله تبارک و تعالی، یعنی اصل شهادت که در قرآن کریم و در احادیث پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم وارد می شود و آیات و احادیثی که در فضیلت شهادت بخصوص آمده، مراد از او شهادت است که در میدان جهاد در راه الله تبارک و تعالی در مقابل دشمنان اسلام میسر می شود و شخصی به شهادت نایل می گردد. اصل موضوع در مسئله شهادت و اصل ثواب و درجاتی که هست راجع به او هست. اما در احادیث پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم شماری از افراد حکم شهادت به اونها داده شده، یعنی هم در جمله شهدا و هم پایه با شهدا در روز قیامت حشر می شوند. یعنی از جمله یعنی افراد متعددی است، کسی که در دریا غرق می شود، کسی که بالای او چیز می آید آتش سوزی ها، و کسی که بالایش آبادی و امارت و آبادی بالای از او چپ می شود و امثال اینها، و کسی که در اثر بیماری های طاعون یا بیماری های درونی قلبی جان میده که والمبطون شهیدون. تمام اینها یعنی چیزهایی است که الله تبارک و تعالی بالای افراد یک نوع احسان و انعام کرده که برشان اجر و پاداش شهادت برای اونها برشمرده. اما برمیگرده پس به اینکه ضمن شهادت برای اونها نوعی حساب شود، هم درجه با شهادت در راه الله تبارک و تعالی بوده باشد و این موضوع یقینی هست که چنین نیست، اما در میزان اونها و هم پایه با آنها الله تبارک و تعالی نام و لقب شهید به اونها هم داده. مورد دیگری که اینجا لازم به بحث است که اصل در این افراد معیاری اصلی هم لازم هست که مد نظر بوده باشد، نه که تنهایی که غرق شد با مطلق غرق شدن شهید شد، یا که آبادی و عمارت بالای او ریخت خراب شد او شهید شد، یا با مرض شدیدی شکم و طاعون و آفت طاعونی و مرگ میر با او پیش آمد او شهید شد. بلکه اصل در اینجا ایمانداری اصلی او معیاری اساسی است. نه هر کس حتی در راه الله تبارک و تعالی در میدان جنگ با دشمنان اسلام میره، با مجردی که اونجا تیر میخوره و میمیره با این شهید گفته نمیشه، بلکه شرط اساسی است که اول خود او شخص ایماندار بوده باشد، دوم رزم و جهاد و معرکه او حضور او در معرکه برای اعلای کلمت الله بوده باشد، لتکون کلمت الله هی العلیا، تا که دین الله تبارک و تعالی بالا دست و برتر بوده باشد. این هدف و آرمان اساسی او بوده باشد. در غیر او تنها حضوری در معرکه یعنی معیار برای شهید بودن نیست. لذا یک مسئله عمومی در و مورد اتفاق علمای اسلام است که شخصی که در میدان معرکه کشته میشه و با تیری دشمنان اسلام، ما توقع داریم که شهید بوده باشه، اما طوری یقینی گفته نمیتوانیم که او حتما
شهید است، چون از آنچه که در دل داشته طور کامل ما خبر نداریم، با خبر نیستیم. ما از ظاهر و حالات ظاهری اطلاعی داریم، او هم اطلاع خیلی ناقص هست. به اساس او ما از الله تبارک و تعالی امیدوار هستیم که شهید بوده باشه و او را در جمله شهدا الله تبارک و تعالی قرار بده. اما موارد دیگری که آمده که این حالات هم جزئی از شهدای امت به شمار میروند، اونها موارد است که حکم با اونها داده شده. قسمی که مثلا در حدیث آمده که کسی که رفته 2 رکعت در خانهش وضو گرفته، رفته در مسجد قبا 2 رکعت نماز میخونه، برایش ثواب یک عمر نوشته، یک عمر است. این است که این عیناً معادل عمره بوده، چون اونجا کسی که عمره میکنه ثواب یک عمره برش نیست، بلکه ثواب از 10 تا به 700 برابر برای عمره برای از او ثواب هست. اون نفر که اونجا عمره انجام میده امکان داره که کم از 10 برابر تا به 700 برابر اجر برایش بوده باشد. اینها چیزی که همه که بالاتر از یک، همه چیزهای افزوده است از اون نفری که رفته 2 رکعت نماز تنها در مسجد قبا میخونه. یعنی برابر یک عمره برای او ثواب نوشته میشه. اما نه ای که مثلا فریضه عمره از گردن او ساقط شود، یا که معادل با کسی که عمره ادا میکنه ثواب داشته، چون او معادل چندین عمره ثواب برای خود کسب میکنه. به همین منوال کسی است که افرادی که با اونها اجر شهید یا حکم شهید برشان آمده در روایات، عیناً حکمی همین شخصی را دارن که یعنی مثال بیرونی برای فهمی او همین مثال 2 رکعت مسجد قبا و عمره هست. یعنی اون کسی که در راه الله تبارک و تعالی شهید میشود و امتیازاتی که برای از او هست برای اینها به او شکل نیست. اما الله تبارک و تعالی یک انعام به اینها میکنه که یک درجه شهادت به اونها میده، یک درجه از درجه های شهادت برای از اونها نایل میشود و الله تبارک و تعالی مقام و جایگاه بزرگی به اینها در جنت الفردوس نصیب کنه.